هر مصیبتی که بالای ما میآید ما از اون امید اجر داریم. هیچ وقت پروردگار اجرش کم نکند. لیکن یک چیزی که من رو بسیار نگران و غمگین میکند، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی، بینندگان عزیز، لبیک. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، خدا خیر برکت. برادر عزیز از روسیه زنگ میزنید. یک کمی آوازتون پیچیده نفهما هست. یک آروم آروم صحبت کنید که من بشنوم که چی میگید. خدا خیر برکت شد. انشالله با امید پروردگار. خدا خیر برکت. سلامت باشید، موفق باشید، سلامت باشید. خدا خیر برکت، موفق باشید، سلامت. تمام موفق باشید، سلامت باشید. خدا خیر برکت، سلامت باشید، موفق باشید. برادری عزیز از روسیه میگوید که من یعنی سابقه یکی از دوستان و شناسای شما هستم و برنامه خیلی برنامه مفید است. جوانای ما نیاز به همین گونه برنامه ها دارن، به خاطری که جوانای ما به هر گروه های افراطی نروند. باید این گونه برنامه ها باشد. خب درست است. اگر مرکز اسلامی یا خادمان دین خیرخواه جوانان ما را راهنمایی به سوی هدایت که پروردگار هدایت میکند، اگر علما و دانشمندان خیرخواه ما جوانان ما را اگر پند و اندرز و نصیحت نکنند، یعنی گروه های بدخواه حتمی کاری خود را انجام میدهند و جوانان ما را جلب میکنند و بر راه های بد میبرند. و برادرم اظهاری خوشحالی میکند که شما سالم هستید. الحمدلله. هیچ چیزی به اجر نیست. تمام نعمتی که ما در زندگی داریم شکر میگیم الحمدلله، خدا را شکر. و هر مصیبتی که بالای ما میآید ما از اون امید اجر داریم. هیچ وقت پروردگار اجرش کم نکند. لیکن یک چیزی که من رو بسیار نگران و غمگین میکند، همین جوانانی که گمراه میشوند، حداقل فکری هم مادرای خود را کنند که چقدر اون مادرها تا مردن برای این فرزند نالایق نابابش میسوزد. چقدر اون مادری همون فرزند نالایق ناباب که به گروه های بدخواه همراه می شود و گروه های بدخواه اونا رو سوء استفاده میکنند و برای سیاست های پلید خود، غرض های پلید خود جوانان به تجربه، به سوادی، کم سوادی، کجفهم رو سوء استفاده میکنند. من دلم با مادران همونو میسوزد که تا مردن چقدر برای اون فرزندانشون بسوزند و بگریند و مینالند و میگریند. برای همین درست است که ما باید هر چقدر زیادتر پند اندرز و نصیحت و راهنمایی جوانان رو کنیم تا اینکه در دنیا و آخرت کامیاب و موفق باشند.